سلام علیکم و رحمت الله. دوستای عزیز، خدا کنه جور صحتمند باشین. باز هم شما رو خوش آمدید میگم به یک از دیگر از برنامه‌های ما از اکادمی آموزش مهارت‌ها یا Learning Skills Academy. با درخواست دوستا امروز ما میخوایم یک ویدیو آموزشی در مورد نحو نصب و همچنان چگونگی استفاده برنامه چت جی دی پی که یک برنامه هوشمند است که واقعا از کاربردهای بسیار بالا برخوردار است، یک ویدیو آموزشی برای شما تهیه کنیم. دوستای عزیز، ما این برنامه رو چگونه در موبایل خود استفاده کنیم یا نصب کنیم؟ بسیار آسان. در پلی استور موبایل خود میریم، مستقیما این برنامه رو در انگلیسی سرچ میکنیم. در اینجا نوشته میکنیم چت جی تی پی. وقتی که سرچ میزنیم مستقیما اپلیکیشن زین در قسمت بالا برای ما شما ظاهر میشه. در اینجا گزینه اینستال نوشته میشه. این قسمت ما اینستال کلیک میکنیم. وقتی اینستال کلیک میکنین تا این برنامه نصب شوه، میبینیم که به صورت فوری این برنامه در اسکرین موبایل ما شما دانلود میشه. این قسمت ببینین که برنامه دانلود شده. مستقیما این اپلیکیشن رو باز میکنیم. بسیار به صورت ساده و مشرح میخوایم چند نکته اساسی اپلیکیشن برای شما به معرفی بگیریم. دوستای عزیز، از طرف راست شروع میکنیم. یک آیکن است در این قسمت که شکل لاود اسپیکر رو داره. کاربرد چه قسمت است؟ شما میتونین در 24 ساعت در حدود 15 دقیقه از این طریق به صورت مکالمه یا به صورت صدا به صدا همراه چت جی تی پی شما صحبت کنین، یا از طریق صدا یا وایس شما میتونین که سوالتان مطرح کنین و در مقابلش به صورت آنلاین و به صورت وایس یا صدا مستقیما چت جی تی پی پس در مقابل معلومات شما جواب ارائه میکنه. یعنی شما میتونید به صورت آنلاین در صورت که اینترنت روشن باشه، شما میتونید به صورت صدا به صدا در مورد هر زمینه، در مورد هر موضوع با چت جی تی پی صحبت کنید. یک از کاربردهای بسیار بالایی داره. البته یک محدودیت گوگل وضع کرده که در 24 ساعت فقط 15 دقیقه یا در حدود یک بار الی دو بار شما از برنامه میتونید از این نقطه استفاده کنید. بسیار سهولت ایجاد کردن. در بخش بعدیش که علامت مایکروفون است، از این طریق شما میتونین کسایی که البته برای کسایی هستن که تایپ کردن یا نوشته کردن بلد نیست، شما میتونین صدا پر کنین، در اینجا ارسال کنین. چت جی تی پی به صورت اتومات صدای شما رو به متن تبدیل میکنه. در مورد هر موضوعی شما سرچ کنین یا جستجو کنین، مثلا شما نوشته میکنین در مورد فرهنگ افغانستان بر ما معلومات ارائه کن، دفعتا صدا پر میکنین، ارسال میکنین، به متن تبدیل میشه. یا اگر شما مستقیما از این گزینه استفاده نکردین، شما تایپ کردن و نوشته کردن بلد باشین، این گزینه میین در قسمت Ask Anything، در اینجا که موزم قرار داره، شما هر مطالبه خود در اینجا نوشته میکنین. مثلا ما میخوایم در مورد افغانستان معلومات بگیم که افغانستان چگونه کشور است. در اینجا مستقیما نوشته میکنین افغانستان چگونه یک کشور هست. مثلا یک سوال است، شما میتونین در سایر موارد جستجو کنین. یک کشور است. با شما البته ایره فعلا میتونین زبان زیر تغییر بدین، به هر زبانی مورد نظر شما خواسته باشین برای شما معلومات ارائه کنه. در آخر میگین مثلا به مو زبان برای شما معلومات ارائه کنه. مثلا من نوشته میکنم در زمیزی که افغانستان چگونه کشور است، نوشته میکنم که معلومات به فارسی. وقتی که این جمله رو نوشته میکنین، این مستقیما در مورد افغانستان برای شما به فارسی معلومات میده. یعنی گزینه رو سرچ کنین مستقیما، بعد از چند ثانیه در مورد امو چیزی که شما مطالبه کردین یا چیزی که سوال کردین، مستقیما شرح یا جواب به صورت فوری برای شما میاد. دوستای عزیز، یک از برنامه‌های بسیار پرکاربرد هست در دنیای تکنولوژی، از جمله گوگل، که بسیار سهولت برای استفاده کننده یا یوزرها به وجود آورده. باز هم برای حمایت بیشتر ما چینل ما رو سابسکرایب نمایید و منتظر کامنت های نیک شما هستیم. دوستای عزیز.